салом бинандагони арҷманд, шуморо ба дидани нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем ки бо заҳмати ҳамкорони мо дар тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст барои огаҳӣ аз муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон. Дар имрӯз панҷшанбе 19 июн сараввал таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. Президенти Амрико Доналд Трамп гузоришҳо дар бораи нияти ҳамроҳшавии кишвараш ба ҷанги зидди Эронро рад накард. من بعضی عقیده ها دارم ولی آن نهایی نشده است. من میخواهم در لحظه آخرین قرار قبول کنم. سازمان‌های یاری رسان در تاجیکستان میگویند قطعی مبلغ‌گذاری برنامه‌های یوسید با معالجه سیل و ویروس ضعف مسئولیتی بدنسپی تاثیر منفی گذاشت. همه تحلیل ها نشان میدهند که دریافت بیماری سیل بعد قطع گردیدنی خب مبلغ گذاری بیرونه به طور چشمرس کاهش یافته است. از اینترنت تا صحنه کلان هنرنمایی جوانانی که دل روشن دارند با استقبال گرمی تماشابینان در دوشنبه روبرو شد. این حالتی که حاضر شد آدم زیاد شد عموما غیر باور بود. امروز از شروع جنگ اسرائیل و ایران یک هفته پر می شود. صبح امروز اسرائیل گزارش داد که موشک‌های ایرانی یک بیمارستان بزرگ را در جنوب این کشور اصابت کردند. عین زمان نظامیان اسرائیلی میگویند که آنها یک قطار هدف‌های نظامی را در کنار تهران موشکباران نمودند. در این بین واکنش‌های بین‌المللی هم به این نزاع بیشتر می شود. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از احتمال دور ندانست که کشورش با اسرائیل در جنگ علیه ایران همراه می شود. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالقزاد. صبح روز 19 ایون سال 2025 پیامد حمله هوایی اسرائیل در گوشه‌های مختلف تهران مناطق دیگر جمهوری اسلامی مشاهده میشد و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دعوت کرد که چاره‌ای برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای ایران اندیشیده شود. حکومت اسرائیل اطلاع می‌دهد که روز پنجشنبه شفاخانه ساراک شهر جنوبی بیرشبا با ضربه موشکی ایرانی مواجه شد. یک روز پیش از آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرده بود که در فکر همراه‌شوی به این نزاع نمی باشد، ولی اگر برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای این عمل ضرور شود کشورش به جنگ داخل خواهد شد. من بعضی عقیده ها دارم ولی آن نهایی نشده است. من میخواهم در لحظه آخرین قرار قبول کنم. چون میداند که در شرایط جنگ وضع میتواند تغییر یابد. گفتنیم که وضع امکان دارد از یک حالت اکستریمالی به دیگرش گذرد. روزنامه وال استریت جورنال با تکیه به منبع‌های قابل اعتماد در مأموریت قصر سفید می‌نویسد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه همراه‌شوی آمریکا به حمله‌های اسرائیل را تصدیق کرده، حالا منتظر عکس‌العمل ایران به پیشنهاد دست کشیدن ایران از برنامه هسته‌ایش میباشد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که نظام مدافع ضد هوایی گرد و اطراف تهران ساعت‌های بر وقت صبح 19 ایون فعال شد. منبع‌های نظامی اسرائیل ابراز داشتند که صبح روز پنجشنبه سلسله حمله‌های هوایی در گرد و اطراف تهران جای داشت و بر علاوه یک هدف سوال برانگیز هوایی که از طرف ایران به هوا خسته بود خنثی شد. در عرفه آغاز عملیات نظامیان اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های عربی و فارسی به ساکنان منطقه‌های عراق و خنداب واقع در 250 کیلومتری جنوب و شرق تهران هشدار دادند که به زودی هدف‌های نظامی این منطقه مورد آتش قرار می‌گیرند و مردم آسایشته باید آنجا را ترک کنند. در کنار عراق ریاکتور هسته‌ای جایگیر میباشد که با آب وزنین کار میکند. این گونه ریاکتورها در تولید عناصر سلاح هسته‌ای استفاده میشوند. در این بین روزنامه نیویورک تایمز از مقامداران ایرانی اقتباس می‌آورد که ایران به مذاکرات با هیئت آمریکا آماده است و وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی حاضر است در چنین گفت و شنید اشتراک کند. با افزایش تشنج کشورهای غربی هم تلاش‌های پیدا نمودن حل دیپلماتیک بحران را بیشتر کردند. روز 20 ایون وزیران کارهای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا نقشه دارند با وزیر امور خارجه ایران در ژنو سر میز مذاکرات نشینند. سازمان ملل متحد نیز تصمیم دارد در همان روز بحران را ارزیابی کند. کنسولگری‌های آمریکایی قبول عریضه‌های تحصیل در
دانشگاه‌های کشور را از سر گرفتند. اکنون از خواستاران تحصیل در آمریکا درخواست می شود که صحیفه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی نشان دهند تا که مضمون آنها از نظر موافقت با ارزش‌های ایالات متحده آمریکا آموخته شود. ماموریت کاخ سفید می‌خواهد در نظام قبول دانشجویان خارجی تغییرات وارد کند. تغییرات کلان در شیوه کار برخی مؤسسه‌های آمریکایی است. قطعی مبلغ گذاری کار آژانسی رشد ایالات متحده آمریکا USAID شروع شده بود. این قرار از جمله در تاجیکستان هم تاثیر گذاشت. مولا رجب یوسفی و برات یوسفی موضوع را تحقیق کردند. وقتی که بیماران سیل یا ایدز یعنی سپید آشکار کرده نمیشوند، نه تنها آنها از طبابت دور میمانند، بلکه به بیشتر پنهان شدن این بیماری های خطرناک سبب میگردند. این است که دیدبانی یا مانیتورینگ این بیماری ها در تاجیکستان یکی از بخش های اساسی کمک های آمریکا را تشکیل میداد. این یاری ها با واسطه آژانسی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID رسانیده میشد. اکنون با قطع سرمایه گذاری، نهادهایی که جامعه را از خطر سیل و ایدز حفظ میکردند با مشکل روبرو شدند. اساسیه همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان یکی از آنهاست. یکی از پیامدهای میتوان گفت خیلی منفی که علیه هم از جانب تمام جامعه تا یک درجه اعتراف شده است، این تأثیری همین قطع گردیدن مبلغ گذاری ها از جانب دونوران در سمت دریافت است. یعنی نگاه کنید، اگر 598 نفری که ما دریافت کردیم در دوام تنها یک سال، اگر مبلغ گذاری که از 5 ناحیه، فقط 5 ناحیه، اگر مبلغ گذاری که کم شد، پس همین دریافت کم می شود. دریافت که کم شود، علاقه پیشگیری سرایت سیل تا یک درجه مشکل می شود. هرچند که خب ما 5 برنامه ملی داریم. USAID سال 2023 اعلان کرد که برای برطرف کردن بیماری سیل در تاجیکستان 20 میلیون دلار اختصاص داده است. ولی ماه ینوری سال 2025 همه این کمک‌ها ناگهان قطع شدند. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند USAID یکی از شریکان اساسی آنها در مبارزه با بیماری سیل بود. برای بیمار گفتن مبلغ جلو نمی‌کشد. برنامه USAID مسئله‌های کارهای تشکیلی قطعی دستگیری می‌کردند. به مثال مانیتورینگ برنامه، چوب نهادهای اطلاعاتی، دستگیری متخصصان در رفت تشخیص بیماری سیل، یعنی کارهای تشکیلی قطعی، تجهیزات موسیقی، رنگین رقمی پرتاتیوی داشتیم در شهر نیویورک که دستگیری USAID قطعی جماعت به جماعت می‌گردوند. برای دریافت سری رفتی مقصد استفاده می‌بردن، دستگیری می‌کردن. تاجیکستان به فهرست 30 کشور شامل می شود که از جانب سازمان جهانی تندرستی همچون دارای حالت‌های وزنین بیماری سیل با داروواری استوار و بیماری سیل با داروواری‌های سرشمار استوار معین گردیده است. سال 2024 در تاجیکستان 4500 مورد گرفتاری به بیماری سیل آشکار شده است. همه تحلیل ها نشان میدهند که دریافت بیماری سیل بعد قطع گردیدن مبلغ گذاری بیرونه به طور چشمرس کاهش یافته است. USAID در بخش تندرستی تاجیکستان تنها برای مبارزه با سیل کمک نمی‌کرد. یک بخش مهم کمک‌های این سازمان یاری به گرفتاران سپید بود. از جمله تست‌ها برای آشکار کردن ویروس نورسایی مسمومیت بدن با پول USAID خریده شده بود. Эта резкая остановка, она может привести к таким негативным последствиям, что государство... با یک بارگی قطع کردن سرمایه گذاری می تواند به نتیجه های منفی آورده رساند که دولت شاید در مسئله سرمایه گذاری به چنین معرکه ها از بودجه کشور سر وقت رسیدگی نتواند، به خاطر آنکه باید از روی نقشه دوره به دوره آماده شود. این پیش از همه به سازمان های جمعیتی که از حساب گرانت های بین المللی کار می کردند تاثیر منفی می رساند. این می تواند به آدمان مشکل ایجاد کند، زیرا سازمان که فعال بودن نمیتواند خدمت رسانی های آن هم برای قشر آسیب پذیر و سرایت یافتگان ویروس نارسایی مسئولیت بدن قطع می شود. گروپ населения наиболее подверженных, скажем, возможности заражения и инфицирования ВИЧ. قسمی زیاد یاری‌های حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان توسط آژانسی رشد ایالات متحده آمریکا یا USAID وارد می‌شدند. سال 2024 این آژانسی برای کمک به تاجیکستان 58.5 میلیون دلار جدا کرد. در پایان ماه فوریه مأموریت دونالد ترامپ قرار کرد که ارائه بیشتر از 90% کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا توسط USAID بازداشت شود. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه هشدار دادند که قطع کار آژانس می‌تواند برای بخش تندرستی پیامدهای فلاکتبار داشته باشد.
که بعد 20 سال عملی شد. در شمال تاجیکستان اخیراً 2 شاگردی مکتب نابینایان شهر ایسار توانستند هنر خود را به معرض تماشا گذارند و کنسرت نخستینی برپا کنند. اکبر و رستم میگویند دوام 12 ساله برای چنین یک هنرنمایی آمادگی میدیدند و باور نداشتند که این برنامه اشان استقبال خوبی خواهد داشت. همکار ما فرزان محمدی که یکی از مهمانان این محفل بود میگوید در تشکیل برنامه هنری به آنها اینچنین دوستان و اختیاریان یاری رسانیدند. اکبر کریموف و رستم محمدعلیف آوازخوان‌های جوان و نابینا در این شب نشینی با شوق و شور از استقبال هواداران به هیجان آمدند. شب ایجادی در طربخانه اتنا در دوشنبه برگزار شد. راستیگه باور نداشتیم که قدر آدم میآید. ما اول ساعت 7 شروع کردن بودیم، در زال آدم نبود. حتی رستم یک کمی با پانیکا دچار شد که یک از بسیار چی میگن پریژوت کردن، حتی خود یک حالتش کمی وزنی شد. هنرمندان میگویند این شام را بیش از 20 سال انتظاری کشیدند و برای آن سخت آمادگی گرفتند. زنده و بدون فنگرام سرودند. ما از سال 2004 از وقتی صنف یک بودیم با رستم، ما فقط در برای هنر موسیقی صحبت میکردیم. شبها ما در اینترنت خواندگیم. شبها همه همسینفانمون را خواب میبرد. ما فقط در برای سرودهای نو صحبت میکردیم. اون وقت گروهی جمان کانکشن بود، اون وقت همین گروه ها بود. ما با رستم از همون وقت فقط در همین باره صحبت میکردیم تا امروز. لیبل نبود، اساسا لیبل نبود و ما با دوستانمون، با اکای مهربان ملیکوف، با اکای امید اشرف بیکوف لیبل ساختیم که نام دارد لبلبو موزیک و در پیش شما را انتظارم پادکست ها، سرودهای افترز که البوم ها و دیگر چیست. با 4 زبان تاجیکی و انگلیسی، پامیری و روسی ترانه سرودند. ملکه خویش را در سراییدن سرودهای منطقه های گوناگون تاجیکستان نشان دادند و ستایش شنیدند. با این دو جوان ما خیلی هم زیاد یاری میدیم که انشاءالله با وقتهای نزدیک به صحنه کلان برایم. برای اون که این ارزوی آنهاست، برای اون که این دو نفر زیب صحنه کلان را دارند. ما خوشبختانه در تاجیکستان بسیار هنرمندان داریم که هم نوازنده هم سراینده هستند. صداهای خوب دارند، مهارت خوب دارند. من میخوام که شنوندگان چنین استعدادها را باید دستگیری کنند و تنها کوشش کرده صدای زنده را شنوند. بینندگان ارجمند، یک اصلاح این برنامه در شهر دوشنبه برگزار شده است. در همین جا برنامه امروزه ما به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید با ما در تماس شوید. خدا نگهبان.